سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن نیمه ابری و در یکی دیگه از روزهای نوروزی همراه شما خواهم بود. امیدوارم تا این لحظه و این ساعت روز و ساعات و شبانه روز خوشی رو داشتید، از روز نخست ایام نوروزی تا امشب، و روزگار بهتر و خوشتری رو پیش رو داشته باشید در سال 1397 خورشیدی. امشب نیز نگاهی خواهیم داشت به عرصه داخلی در ایران. اختلافات رو به گسترش در دایره قدرت حکومتی، دایره وسیع حکومت میان رئیس جمهوری پیشین و دفتر رهبری یا بیت رهبری یا جناح‌های دیگر حکومت و نیز آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حکومت در آغاز سال جدید از دیدگاه احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های مخالف حکومت ایران و از جمله اینکه چه برنامه این احزاب و گروه‌ها برای آینده ایران دارند. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر در کردستان عراق آقای عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کموله کردستان ایران، و در استکهلم آقای حسن اعتمادی، عضو شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. نوروز مجدداً بر شما مبارک. کاک عبدالله مهتدی، با سلام و درود و خجسته باد دوباره نوروز به شما و خانواده گرامی شما. خیلی ممنون آقای چالنگی. عید شما هم مبارک و خودتون، خانوادهتون و به همه مردم ایران من عید نوروز رو تبریک میگم و امیدوارم سال نوی که در پیش داریم برای تمام مردم ایران سال بهروزی و پیشرفت‌های بزرگ باشه. امیدواریم که همه جهان در صلح و آرامش زندگی کنند در سال جدید. و سلام و خوش آمد و خجسته باد دوباره نوروز به شما آقای حسن اعتمادی گرامی در استکهلم، سوئد. آقای چالنگی، منم خدمت شما هم سلام میکنم، هم خدمت آقای مهتدی عزیز و همکارانتون و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، و یک بار دیگر هم نوروز پیروز رو به همه هممیهنانمون، به جناب عالی، به جناب آقای مهتدی عزیز و همه همکارانی که در استودیو هستن تبریک عرض میکنم. آقای مهتدی، ما در مقدمه دیدیم گزارشی تصویری از کردستان عراق. جغرافیای نوروز بخشیش در کردستان عراق هست. در کردستان مراسم نوروزی و چهارشنبه سوری پیش از نوروز همه با هم و همزمان به نحوی برافروختن آتش رو هم داریم. امسال شما که از نزدیک شاهد بودید به ما چه خواهید گفت از این مراسم و این دلبستگی چند هزار ساله مردمان منطقه با سنت‌های دیرینه ایران؟ ببینید، نوروز یه سنت تاریخی است که
اقوام و ملیت زیادی در گستره خیلی وسیعی بهش احترام میذارن و جشن میگیرن. کردها همینطورن، کردهای کشورهای مختلف، ایرانی‌ها، تاجیک‌ها و خیلی های دیگه. امسال در کردستان ایران نوروز فقط یک مراسم جشن و شادی نبود، با ریشه‌های البته عمیقی داره، ولی به خصوص امسال به نظر من نوروزش اگه دقت کرده باشید خیلی فیلم‌های مستند کاملا روشنگری هست در این مورد. نوروز امسال یک جنبش بزرگ مردمی بود، یک چالشی بود در مقابل جمهوری اسلامی، برای اینکه از هفته ها قبل تهدید کرده بودند فعالان مدنی رو، برگزار کنندگان مراسم رو، سیاسیون مختلف و شخصیت‌های شهرهای مختلف رو احضار کرده بودند به اطلاعات، تهدید کرده بودند و مانع ایجاد کردن. خیلی خیلی جاهای کمی فقط مجوز دادن، مجوز ندادن. با وجود این سر تا سر کردستان ایران یک پارچه مردم مراسم نوروز گرفتن و همش هم با سمبل ها و نشانه هایی که ازش نه فقط بوی شادی و نوروز و عید می آمد، بلکه ازش بوی همبستگی و مبارزه طلبی و اینجور نمادهای مبارزاتی هم کاملا می اومد. واقعا رایحه دلپذیری بود، با لباسهای کردی، با گلهای سرخ، با لباسهایی که کاملا حتی نشان از احترام به نیروی پیشمرگ داشت حضور پیدا کرده بودند و به نظر من خیلی خیلی موفقیت بزرگی بود به مردم کردستان. اجازه بدید من به همه فعالان نوروزی تبریک بگم، هم نوروز رو تبریک بگم، عید نوروز و آمدن سال نو رو، و هم زحمتایی رو که کشیدن، حتی دستگیری دادن، راههایی رو کنترل کردن، راهها رو بستن. اجتماعات 20-30 هزار نفری اصلا کم نبود. در چندین نقطه اجتماعات چند ده هزار نفری مردم در مناطق مختلف وجود داشت. بقیهش هم که تمام شهرها و محله ها در شهرهای مختلف و روستاهای مختلف یک پارچه جشن و سرور و غرور و اعتماد به نفس این مردم بود. خوبه، همه میدونیم که متاسفانه در کردستان سوریه کشتارهایی که همچنان ادامه داره توسط ارتش ترکیه، نیروی هوایی ترکیه و همینطور از جهت دیگه نیروهای بشار الاسد منطقه رو در واقع در غم و ماتم فرو برده، علیرغم مقاومت گسترده‌ای که در برابر اقدامات دولت اسد و همینطور حکومت ترکیه انجام شد. و من مطمئنم در کردستان عراق، سوریه و ایران و مناطق دیگه و ایرانیان از همه اقوام، کسانی که دلنگران انسانها هستند، همدرد و همراه هستند با مردمان کردستان سوریه که زیر آتشبار هستند در افرین و جاهای دیگه، و آتش بسی هم که قرار بود برقرار باشه شکسته شد. اما آقای مهتدی، مشکلی در کردستان عراق برای برگزاری مراسم نوروزی وجود نداشت؟ داشت؟ نه خیر نداشت، جز در شهر کرکوک که اتفاقا موجب یه برخوردایی هم شد و بین نیروهای وابسته به بغداد و هشت شعبی و نیروهای پلیس وابسته به بغداد و مردمی که با پرچم کردستان و با شعارها مراسم نوروز رو برپا کردن. در جاهای دیگه نه، مراسم بدون هیچ مشکل بود، ولی در کرکوک چرا نوعی چالش بود. در سلیمانیه این مراسم گرفته نشد، خیلی ضعیف بود، برای اینکه همونطور که خودتون گفتید حوادث خیلی ناگواری که در افرین و در کردستان سوریه برای کردها پیش آمد خیلی مایه غم و ناراحتی خیلی از مردم شده بود و این باعث شد که امسال نوروز رو در منطقه سلیمانیه چندان نگیرن. به این خاطر گرچه در خود کردستان ترکیه در شهر دیاربکر مراسم خیلی وسیعی گرفتن، جای دیگه هم همینطور، ولی در کرکوک مراسم به یک چالشی بین کردها
و حکومت مرکزی تبدیل شد. شما میدونید که از 16 اکتبر 2017 کرکوک به تصرف نیروهای بغداد شعبیای وابسته به ایران در آمده و بنابراین الان وضع شهر به هیچ وجه آرام و وضع مناسبی نیست و مردم کرد حداقل در این مورد ناراضی هستند و فکر میکنم دیر یا زور اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد. به هر صورت این بحث دیگری است. از کردستان عراق به استکهلم میریم. آقای اعتمادی از شما میشنویم. ایرانیان در استکهلم که من گزارش‌هایی رو دیدم که به طور نسبتاً گسترده با همه هوای سرد مراسم نوروزی برپا کردند. سخن و گزارش شما رو میشنویم. بله، خب همونطور که میدونید در شهر استکهلم هر ساله جشن نوروز و چهارشنبه سوری به خصوص به طور مفصل برگزار میشه. به یک معنا بزرگترین جشن چهارشنبه سوری ایرانیان در خارج از ایران در استکهلم برگزار میشه به همت یکی از سازمان‌های فرهنگی به اصطلاح وابسته به دولت سوئد که بودجه کلانی رو در این رابطه در اختیار ایرانیان میگذاره و از هنرمندان مشهور و سرشناس ایرانی از اقوام مختلف دعوت میکنن که در این جشن شرکت بکنن. گروه‌هایی که از طرف اقوام گوناگون در اونجا هستن، به طور نمونه کردها هستن، بلوچها هستن و سایر اقوام دیگری که در سوئد زندگی میکنن و فعالیت‌های فرهنگی دارن و حتی خارج از سوئد هم دعوت میشن این هنرمندان. به هر حال جمعیتی بیش از 12 تا 14 هزار نفر معمولا در این جشن شرکت میکنن و این برنامه مستقیما از طریق ماهواره پخش میشه و ایرانیان در هر نقطه‌ای از جهان که زندگی میکنن این برنامه رو هر ساله در یک چنین روزی و چنین شبی که مصادف با چهارشنبه سوری هست نگاه میکنن. به نظر من این نوع اقدامات و فعالیت‌ها از سوی ایرانیان نشان دهنده این استش که اونها طرفدار یک فرهنگ باستانی و سنتی و ملی خودشون هستن. در هر کجا که باشن این جشن‌ها رو ارج میگذارن و بزرگ میدارن و خود این معرف این استش که مردم ایران ماهیتاً با حکومتی که در ایران هست ضد جشن، ضد نوروزه، ضد جمع شدن مردم و شادی کردن، این تفاوت رو با آشکار نشون میدن. یعنی همونطور که خود شما اشاره کرده، خب قبل از انقلاب کنفدراسیون در اونجا فعال بود، اما برگزاری مراسم نوروز به طور گسترده ایرانی هم زیاد البته نبود در سوئد. من قبل از انقلابم به سوئد آمدم و شما هم در اونجا بودید. بله. برگزاری مراسم نوروز در خارج از ایران در مواردی از طرف کنفدراسیون اگر دنبال رو منویات و مطالبات کنفدراسیون نبود در واقع مورد ملامت قرار میگیره، ولی الان همونطور که اشاره کردید واقعا یه جنبه کاملا سیاسی پیدا کرده واقعا در سوئد چنینه. و بعدم اشاره کردید که دولت سوئد هزینه بسیاری از این جشن‌ها رو قبول میکنه و پرداخت میکنه، چون بله کاملا همینطوره. در سوئد نهادهای فرهنگی هستش که بودجه های بسیار کلانی از هر سال از طرف دولت در اختیارشون قرار میده و اونها وظیفه دارن در رابطه با ملیت های مختلف که در سوئد زندگی میکنن کمک کنن که اونها بتونن فرهنگ و سنن آداب ملی و تاریخی خودشون رو برگزار کنن. و از اونجایی که نوروز همونطور که آقای مهتدی هم اشاره کردن علاوه بر ایرانیان متعلق به سایر ملت‌های دیگه هم هست، افغانستانی‌ها به طور مثال و سایر گروه‌های دیگری که در سوئد زندگی میکنن، این بودجه در اختیار اونها قرار میگیره و این مراسم با کمک اونها برگزار میشه. اما واقعیت اینه که گردانندگان اصلی و هنرمندان اصلی که در این جشن شرکت میکنن ایرانی‌ها هستن، یعنی به طور مشخص ایرانی‌ها هستن که این جشن رو برگزار میکنن و به همین خاطر تلویزیون من و تو که یک رسانه فارسی زبانه یا متعلق به ایرانیاست بهتره بگم، این مراسم رو به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش میکنه و بسیار بسیار در بین سوئدی‌ها اثر مثبت گذاشته. کما اینکه سوئدی‌ها میدونن که در یک چنین روزی در مرکز شهر استکهلم چنین جشنی برگزار میشه، بسیار فضای دلنشینی داره، شاد، موسیقی و رقص و غذا و همه چی هست
و خود سوئدیان بخشن در این مراسم شرکت میکنه. خب این رسم و رسوم و کمک کردن به چون مراسم و به اقوام مختلف، ملت‌های مختلفی که در سوئد هستن، افغان شما اشاره کردید، تاجیک‌ها و آذری‌ها و جاهای دیگه، این رسم رو فکر کنم از حکومت ایران یاد گرفته. خب میتونین صوفی شما مثل لقمان یاد گرفتند. البته گفت ادب از که آموختی از بی‌ادبان، در واقع به یک معنی این هم هست. آقای مهتدی، ببینید اشاره کردین این حکومت آمده، یکی از ارکان روحانی این حکومت سبحانی، آیت الله سبحانی، حتی در همین ایام نوروز از این بابت که آقا سفر نکنید، سفر باعث تصادف میشه، بشینید گوشه خونه و دعا کنید و از این کارها و بقیه کارها که بخششو شما اشاره کردید. ارزیابی شما رو به عنوان دبیرکل حزب کمولای کردستان ایران از وضعیت و موقعیت این حکومت، اینکه این جنگ داخلی در حکومت به جایی رسیده که رئیس جمهور قبلی حکومت ایستاده روبروی کل حکومت و گوشه‌ای، فقط گوشه‌ای از اسناد فساد این حکومت رو بر ملا کرده. این یک بخشه و بخش دیگه‌ای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سیاسی، منطقی. شما وقتی میخواید گزارش کنید امسال به عنوان دبیرکل حزب کمولای کردستان به اعضای خودتون، اعضای حزبتون، اون بخش از گزارش شما که محرمانه نیست، به ما چه خواهید گفت؟ این حکومت رو آیندهش رو در این سال چطور پیش بینی میکنید؟ اتفاقا ما یه نشست وسیع داشتیم و من همچین گزارشی رو دادم، بنابراین خیلی هم فرضی نیست، ولی الان خدمتتون میتونم بگم به نظر من حوادث دیماه، نارضایتی ها و اعتراضات دیماه سال 1396 یک نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بود و بعد از اون هر اتفاقی پیش بیاد دیگه ایران مثل سابق نخواهد بود. اول از هر چیزی به نظر من این تظاهرات ها، این جنبش بزرگ اعتراضی درست از بین اون اقشاری که خود رژیم اسمشون رو گذاشته مستضعف، یعنی بیکاران و بیشتر تحصیل کردگان بیکار، جوانان سربلند کرد. مختص به یک شهر نبود، برخلاف جنبش سبز خیلی با هم اختلاف داشتن، این دو خیلی تفاوت داشتن، ولی یکی از تفاوت‌های مهمشون هم این بود که مرکزگرا نبود، در 80-90 تا 100 شهر ایران در همه جا گسترده بود و بنابراین گستردگیش کاملا رژیم رو فلج کرد. یه چیز دیگه اینه که به نظر من نقطه پایانی بر بازی بد و بدتری که جمهوری اسلامی انداخته بود وسط و اصلاح طلبها پادرمیونی میکردن و انداخته بودن وسط مردم، به این بازی خاتمه داد. کل رژیم جمهوری اسلامی رو آماج نقد و حمله و اعتراض مردم کرد. تنوعش بود، مربوط به یک قشر یا یک بخش خاص نبود. زنا، بیکارا، کارگرا، مالباخته ها، دانشجوها، درویش ها و همه توش شرکت کردن و خیلی چیزهای دیگه در این مورد میشه گفت، ولی من این رو مقطع اساسی میدونم. این جنبش نشانه ای از این بود، اصلا خودش محصول به بنبست رسیدن سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و فساد و راندخاری و سوء مدیریت و اشکالات ساختاری اقتصاد ایران بود و به نظر من تا همین الانشم هیچ راه حلی وجود نداره. اصولاً رفرم اقتصادی در ایران بدون تحول در نظام سیاسی غیر ممکنه و این رو تمام رویدادهای اخیر به نظر من اثبات کرده. اینها رو بذارید، این وضع رو در کنار اعتراض خیلی زیادی که مردم به سیاست خارجی داشتن. خیلی وقتا در خیلی از کشورها مردم 1000 تا مشکل داخلی هم داشته باشن ولی در سیاست خارجی از دولت خودی حمایت میکنن، ولی در این مورد نکردن.
نه غزه نه لبنان و این سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن، همه اینها دست برد به پایه‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که بر اساس هم ایدئولوژی خاص خودشون بنا شده و هم از یک توسعه طلبی واقعا ناموجه حکایت میکنه و بهش خدمت میکنه. این هم از سیاست خارجی. وعده و وعیدهای آقای روحانی رو دیگه هیچ کس باور نداره. اختلافات داخلی به اوج خودش رسیده. اختلاف با همسایه ها که هیچ موجبی نداره. واقعا چه موجبی داره پهپادهای ایرانی برن حریم هوایی اسرائیل رو نقض کنن، برن اونجا مثلا این جنگ افروزی چه فایده ای داره؟ موشک بدن حوثی‌ها که پرت بکنن تو عربستان سعودی، همین یکی دو شب پیش 7 موشک انداختن. اینها هیچ توجیهی جز به نظر من سیاست‌های غلط و نادرست و مضر جمهوری اسلامی نداره. مردم دیگه با همه اینها فاصله گرفتن، به این یا اون سیاست خاص اعتراض ندارن، به تمامیت این سیاست‌ها اعتراض دارن. من همه اینا رو که نگاه میکنم حقیقتاً راه حلی با وجود جمهوری اسلامی به نظرم نمیرسه. حالا مسائل زیست محیطی و خشک شدن دریاچه ها و این همه سدهایی که فقط برای پر کردن کیسه پر نشدنی سپاه پاسداران تو ایران تأسیسشون کردن و همه اینا رو کنار هم بذارید، با وجود جمهوری اسلامی من هیچ راه حلی برای ایران نمی بینم و بنابراین تغییر این نظام به نظر من مقدمه هر تغییر واقعی و هر رفرم واقعی در سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی و فرهنگ ایران. آقای اعتمادی، تفسیر و گزارش شما و نگاه حزب شما رو جویا هستیم به وضعیت حکومت ایران نسبت به سال گذشته در چنین روزهایی. بله، البته خب من اون چیزی که تفسیر شخصی خودم هست رو خدمتتون میگم و بعد به زمانی که به مسئله موضع‌گیری حزب ما هم رسید قطعا توضیحات خدمتتون خواهم داد. اما واقعیت اینه که با توجه به وضعیتی که در کشور ما به وجود اومده بود و در این سالهای اخیر شدت بیشتری یافته بود و طبیعتاً وضعیتی که در جامعه بود، یعنی اینکه در جامعه ما تقریباً فقر و فلاکت و بیکاری گریبان اقشار و طبقات مختلف و وسیع رو گرفته بود و اشاره آقای مهتدی هم درست بود که در حرکت اعتراضی اخیر اقشاری در شرکت داشتن که بیشترین صدمات و بیشترین فشارها رو در جامعه تحمل می‌کردن. طبقه تحصیل کرده دانشگاهی ما، کارگران، زنان و سیل بیکاران، همه اینها موجب شد که ابتدا این اعتراضات با طرح شعارهای به اصطلاح اقتصادی که با معیشت روزانه مردم سر کار داشت آغاز بشه، ولی خیلی سریع شاهد این بودیم که این شعارها تبدیل شد به شعارهای علیه کل رژیم و شعارهایی که علیه سیاست رژیم بود، علیه آقای خامنه‌ای و آقای روحانی به عنوان نمایندگان دو جناح به اصطلاح حاضر در حکومت اسلامی، نشون دهنده نوعی آگاهی و هوشیاری مردم ما بود که در جریانات به اصطلاح اعتراضی دیما نشون داده شد. اما واقعیت اینه که همونطور که عرض کردم این وضعیت غیر قابل پیش بینی نبود. یعنی اینکه زمانی که تنفروشی، قاچاق فروشی، زباله‌گردی، تکدی کردن و دست فروشی به عنوان شغل‌های اصلی تبدیل شده باشه. گزارش‌های تصویری بسیاری رو ما می‌بینیم که مردم ما در اقصا نقاط کشورمون، در شهرها و به اصطلاح استان‌های مختلف واقعاً از این راه دارن زندگی می‌کنن. یعنی تکدی کردن امروز یک عمل معمول شده، یا فروش مواد مخدر یا زباله‌گردی به عنوان یک شغل شده برای بسیاری از مردمان ما. بنابراین در یک چنین وضعیتی طبیعی بود که مردم به خروش خواهند آمد، اعتراض خواهند کرد و این اعتراضات درسته که در دیما به صورت وسیع و گسترده و همبسته آغاز شد،
و بدون سازماندهی، بدون کوچکترین به اصطلاح نفوذی از سوی سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و خود به خودی، اما نشان دهنده نوعی بلوغ سیاسی بود در بین هموطنان ما که دیگر به هیچ کدوم از جناح‌های این رژیم دل نبندند و بدونن که این حکومت و هیچ کدوم از جناحاش قادر به حل مشکلات و معضلات این به اصطلاح این مملکت نیست. دلایلش هم روشن. رژیم ایران با توجه به سیاست‌هایی که داشته، بحران‌هایی که در منطقه به وجود آورده، بحرانی که در سطح بین‌المللی با قدرت‌های بزرگ جهانی به وجود آورده، به خاطر سیاست‌هایی که در طی 40 سال گذشته دنبال کرده و به خاطر فسادی که حاکم بر این کشوره، بنابراین در برابر سه بحران اصلی، بحران داخلی با مردم خودش، بحران منطقه‌ای با کشورهایی در منطقه خاورمیانه هستند و بحران بین‌المللی با کشورهای غربی به ویژه با امریکا، باعث شده که اوضاع رژیم نسبت به تمام سالهای گذشته وخیم‌تر و حساس‌تر بشه و من فکر می‌کنم رژیم به هیچ عنوان برای حل بحران‌های موجود در هر سه عرصه کوچکترین امکانی در اختیارش نیست و توانایی انجام این کار رو نداره. اگرچه آقای خامنه‌ای به هر حال اعلام کرد وقتی این اعتراضات وسیع و گسترده رو دید، گفت ما در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی ناموفق بودیم و بنابراین خود این همین مسئله ادعایی که به اصطلاح بهتره بگم که اعترافی که آقای خامنه‌ای میکنه نشون دهنده ضعف رژیم و خود همین اعتراف باعث بالا بردن روحیه مردم کشور ما خواهد شد و من فکر میکنم در سال جدید رژیم ایران در هر سه عرصه مورد فشارهای جدی قرار خواهد گرفت، هم از طرف کشورهای خاورمیانه، هم از طرف کشورهای غربی و هم از طرف مردم خودش و در نتیجه سال بسیار بدی است برای رژیم ایران. موضوعات بسیار از هر دو مهمان گرامی. خواهش میکنم که به طور کوتاه‌تری پاسخ پرسش‌هایی که هست مطرح بفرمایید. ممنون میشم. آقای مهتدی، ببینید حکومت ایران در مورد مسائل روزمره مردم، بی‌آبی، علتش رو گناه مردمان، روحانیت حکومت اینو میگه. مسئول سازمان محیط زیست عیسی کلانتری میگه از همین الان ما باید خودمون رو با بی‌آبی و کم آبی وفق بدیم. این قابل درک هست که بگه مردم توصیه بشه در مصرف آب صرفه جویی کنن، اما به عنوان تنها راه حل و هیچ برنامه‌ای هم در کنارش نباشه، خب این تقریبا میشه گفتش این کلمه شاید جالب نباشه اما بازگو کننده واقع مضحکه. شما چه برنامه‌ای دارید؟ حزب شما همین یک نمونه. آیا برنامه‌ای دارید؟ همین فردا قدرت سیاسی اینی که حکومت چنین و چنان هست، بله، اما جدا از مسائل سیاسی برنامه حزب کموله کردستان ایران برای مشکلی مثلا آب ایران آیا هست؟ آیا با کارشناسانی مشاوره میکنید؟ دارید یا نه اول قدرت سیاسی رو ما باید بگیریم و بعد فکری بکنیم به حال مسائلی که هست؟ ببینید، لزومی نداره توی حزب ما یا هر حزب دیگه ای تو ایران ما کارشناسان هر کدوم از این رشته ها رو از آب تا کشاورزی تا صنایع و غیر و ذالک داشته باشیم، ولی ایران به اندازه کافی از این کارشناسا هم در داخل کشور داره و هم در خارج کشور. ما خیلی تحصیل کرده های ایرانی در همین زمینه مسائل محیط زیست داریم که اگر از اونا استفاده بشه، اگر به جای اینکه اونا رو سربنیست بکنن و تو زندان از بین ببرن و به عنوان خودکشی جا بزنن و غیره و ذالک، اگر به اونها مجال داده بشه و یک حکومت سیاسی بایستی از کارهای اونا بهره بگیره، یک حکومت مردمی و دموکراتیک باید هم مغمش این باشه که یک برنامه توسعه، یک دید توسعه اقتصادی پایدار برای کشور داشته باشه، شفافیت رو عنوان بکنه و عمل بش بکنه، راندخاری و فساد رو باش مبارزه بکنه، کاهش بده و از بین ببره. بنابراین به نظر من ایران به اندازه کافی از این
امکانات انسانی و از نیروی انسانی ماهر و کارآزموده و متخصص که خیلی ها در سطح بین المللی میتونن کار بکنن برخورداره و حزب ما مطمئناً در اتکا خواهد کرد به این کارشناسان در هر زمینه‌ای که شما بگید. من الان نمیتونم در مورد چگونگی حل بحران آب یا خشکسالی چیزی بگم، ولی میدونم که اگر یک برنامه دلسوزانه و غیر سودجویانه، غیر راندخارانه در مورد مثلا سدسازی ها، در مورد مدیریت آب در کشور وجود داشت، ما امروز به این شدت به این وضع دوچار نمی بودیم و مطمئنا بقیه مسائل در مورد اقتصاد همینطور، در مورد مسائل مختلف معیشت مردم کار ساده ای نیست ایران رو به سرعت از این منجلابی که جمهوری اسلامی کشور رو توش انداخته بیرون بکشیم، ولی به نظر من این کار شدنی است با یک دولت منتخب و مردمی و خدمتگزار و که بتونه به معنای واقعی از کارشناسان ایرانی استفاده کنه و در ضمن از در دوستی با جهان بر بیاد و از تکنولوژی و دانش و سرمایه گذاری جهان هم استفاده بکنه. آقای محتدی، من میتونم از حرف شما یا این استنباط منطبق با حرف شماست که برخلاف اون چیزی که آیت الله خمینی گفت تعهد مقدم بر تخصصه و تعهدم نسبت به حکومت و منویات آیت الله خمینی بود که حتی بعدها گفت برای حفظ حکومت ما حتی میتونیم واجبات دین رو هم تعطیل کنیم. آیا گفته شما رو، سخنان شما این هست که تخصص مقدم بر تعهد خواهد بود و اگر تعهدی هم هست نسبت به مصالح ملی و رفاه مردمان و آینده ایران هست، یا به عبارت دیگه شما در صورتی که قدرت سیاسی رو در دست داشته باشید راه رو هموار میکنید برای بهره‌مندی همه تخصصها؟ 100% باید اینطور باشه. تعهدی اگر هست نسبت به مردم ایران و رفاه و بهروزی اونهاست و تعهد نسبت به خدمتگزار بودن، شفافیت و همه این اصولی است که متاسفانه در جمهوری اسلامی کاملا باش بیگانه هستند. ولی از این که عبور بکنه مطمئنا یک دولتی که باید پاسخگو با شاخه به مردم، جمهوری اسلامی پاسخگو نیست، یک دولت پاسخگو موظفه و مجبوره، میتونم بگم، از متخصصین رشته‌های مختلف استفاده بکنه، وگرنه سر 2 سال یا 4 سال برش میدارن میگن پس چرا برنامه‌هات اجرا نشد. من فکر میکنم همونطور که گفتم من به اندازه کافی سیاستمداران و فعالان سیاسی سالم و خدمتگزار میبینم توی کشور و خیلی زیاد هم متخصص میبینم، میدونم هست. من ترکیب اونها رو برای آینده ایران کافی میدونم، یعنی کاملا از عهده برخواهند اومد. یعنی حتی اگر مخالف حزب شما هم باشه شما مشکلی باش نخواهید داشت یک متخصص؟ نه اصلا این مسائل هر حزبی باید فعالیت بکنه، قاعدتا میکنه برای اینکه افکار عمومی رو نسبت به برنامه‌های خودش مطلع بکنه، آگاهی بده، اطلاع رسانی بکنه و جلب بکنه. ولی نهایتا این مردم هستن تصمیم میگیرن و به خصوص در سطح متخصصین به نظر من اصلا نبایستی به دیدگاه‌های سیاسی متخصصین نگاه کرد. مهم اینه که اونها در راستای درستی بهشون امکان داده بشه که خدمت بکنن. و شما حزب سکولار دموکرات ایرانی هم. آقای اعتمادی. بله، ببینید آقای چالنگی عزیز، من فکر میکنم که اگر حکومت اسلامی یک حکومت فاسد و راندخوار نبود میتونست با همین صدها میلیارد دلاری که در طی این 39 سال 40 سال گذشته از طریق حتی فروش نفت به دست آورده بود، اگر اینها را هزینه آبادانی و پیشرفت کشور ما میکرد امروز کشور ما به این چنین روزگاری مبتلا نمیشد. اما نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم در مورد برنامه حزبی ما و هر حزب دیگری باید این رو بهش توجه داشته باشیم که احزاب سیاسی کنونی که در خارج از کشور عمدتاً هستند
اینها بیشتر نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن، یعنی احزابی هستن که برای سرنگونی حکومت اسلامی ایران فعالیت میکنن. طبیعی است تمام این احزاب برای مدیریت آینده کشور باید در زمینه‌های مختلف که با زندگی مردم مرتبطه برنامه‌های خودشون رو داشته باشن و طبیعی است که در زمان مناسب این برنامه‌ها تبلیغ میشه و گفته میشه و به اجرا گذاشته میشه توسط و با کمک متخصصین. اما نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم و شاید جاش همینجا باشه اینه که سوال اینه که احزاب سیاسی کنونی برای این وظیفه اصلیشون که هدفشون برای کنار زدن حکومت اسلامی ایران هست چه برنامه‌ای دارن؟ موضوع مهم و سوال مهم به نظر من اینه، وگرنه تا زمانی که این احزاب سیاسی به ایران بر نگردن و در شرایط و موقعیت زمانی و مکانی قرار نگیرن و معضلات و مشکلات کشور رو بر اساس همون شرایط نسنجن و ارزیابی نکنن، قطعاً دادن هر نوع برنامه‌ای برای رفع مشکلات و معضلات کنونی به سادگی به اصطلاح انجام نمیگیره، چون این احزاب قدرت سیاسی رو در دست ندارن برای مدیریت، بودجه در اختیار ندارن. تمام این مسائل و مشکلات باید با طرح و برنامه دارن. آقای اعتمادی، ببینید نکته‌ای که شما اشاره میکنید نکته بخشی از واقعیت رو بازگو میکنه، اینی که مخالفت با حکومت و بخشی از فعالیت اپوزیسیون هست. اما بخش دوم لزوماً داشتن برنامه‌ای هست و اینکه شما با این حکومت به این دلایل مخالف هستید، بنابراین لابد دلایل دیگه‌ای دارید، برنامه‌های دیگه‌ای دارید. این حکومت در زمینه نفت چنین کرده، بنابراین شما باش مخالفید، برای اینکه بهتر بود این کار رو میکرد. اون چیزی رو که من مایل هستم پرده ای رو بگشاییم برای بینندگان این هست که نگاه شما، برنامه شما، طبعا توقعی نیست که در حال حاضر جزئیات همه برنامه ها گفته بشه، طبعا چون امکان نه شما دارید نه حزب کموله داره و هیچ کدام، اما کلیات برنامه شما، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دموکراسی به جای خود، ولی برای مسائل روزمره ایران چه راهی رو؟ آقای مهتدی حرفشون این بود که ما امکانات رو فراهم میکنیم که متخصصین در زمینه‌های مختلف به کار گرفته بشن فارغ از عقیده، اندیشه، حزب سیاسی، اعتقادات. شما چه خواهید کرد و بعد پرسش خواهیم رسید به اینکه چرا وحدت نداریم. منظور شما بفرمایید. بله، ببینید قطعاً برای انجام هر کار تخصصی احتیاج به افراد متخصص هست. در جوامع دموکراتیک هر حزب سیاسی وقتی که بر سر کار میاد قطعاً از تمام متخصصین برای حل مشکلات و معضلاتی که در جامعه وجود داره کمک میگیره. بنابراین در این خصوص که هیچ تفاوتی به اصطلاح وجود نداره در این زمینه، یعنی نگاه منطقی و عاقلانه برای حل مسائل اجتماعی. واقعیت اینه که امروز ما با کشوری روبرو هستیم از محیط زیستش گرفته تا مسائل تولید صنعتی، کشاورزی، مسئله به اصطلاح آزادی‌های اجتماعی، مسئله آموزش، مسئله بیمه، درمان، مسئله روابط با کشورهای همسایه، مسئله رابطه با قدرت‌های بین‌المللی، کشورهای غربی به خصوص. همه اینها به اصطلاح مشکلات اساسی است که در طی 40 سال گذشته مانع پیشرفت کشور ما شده و باعث فقر و فلاکت مردم ما شده. قاعدتاً هر حزب پیشرو و مترقی و مدرنی برخلاف اون چیزی که حکومت اسلامی در طی 40 سال گذشته انجام داد باید عمل بکنه، یعنی باید با همسایگان خودش روابط حسنه داشته باشه، با کشورهای غربی باید روابط دوستانه و حسنی ایجاد بکنه، انواع مراوده ها رو داشته باشه، روابط اقتصادی و همکاری ها در تمام عرصه ها رو باید ایجاد بکنه و طبیعی است برای انجام این کار یک سیاست نو و تازه‌ای باید اعمال بشه و ارائه بشه. و همه توضیح تلاش من این بود که من بگویم که برای رسیدن به این اهداف و حل معضلات
باید این سیاست‌های کلان رو در عرصه منطقه و بین‌المللی در نظر گرفت تا مسئله بیکاری حل بشه، تا مسئله فقر حل بشه و چیزهایی از این دست که امروز باش روبرو هستیم. آقای اعتمادی، آقای محتدی، چرا گروه‌ها، احزاب، سازمان‌ها، نهادهای سیاسی که در مجموع مخالف هستن با حکومت ایران و امیدوارانه من این رو بگم که امیدوار هستم که همه نیات خیری دارن برای آینده ایران و نه فقط دست یافتن به قدرت سیاسی، چرا متحد نمیشن؟ سخنی که آقای اعتمادی بهش اشاره کرد. شما به طور نمونه حزب کموله با حزب سکولار دموکرات ایرانیان و بقیه، چرا نه؟ چرا نه؟ این رو بایستی از جریان‌های پرسید که موافق و طرفدار چنین اتحادی نیستن، به چنین اتحادی پشت میکنن. ما از سالهای سال قبل به قول معروف زبونمون مو در آورد، انقدر گفتیم که نیروهای دموکراسی خواه ایران با وجود اختلافایی که میتونه و خیلی هم طبیعیه بینشون وجود داره، ولی بایستی بر سر یک پلتفرم حداقل بتونن به توافقی برسن. علل مختلفی داشته که به اینجا هنوز نرسیده، ولی من عقیدم اینه، برداشتم اینه که در آینده نچندان دور ما به طرف تحرک جدیدی در اپوزیسیون ایران خواهیم رفت. باید بریم، این یک ضرورت، باید پاسخگوی وضع واقعی داخل کشور بود و من خیلی هم به این داخل و خارج کشور و جدا کردن اونا اعتقادی ندارم. اتفاقا یکی از نقاط مثبت جنبش دیماه رو من شکستن این دیوار بین داخل و خارج میدونم، ولی به هر حال من امیدوارم و برداشتم هم اینه که ما ماه‌های مثمر ثمرتری خواهیم داشت در زمینه جمع کردن اپوزیسیون و به نظر من بایستی نوعی اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون وجود داشته باشه، به وجود بیاد و این میتونه خیلی تو روحیه مردم و امید دادن به اونا مؤثر و مفید باشه. یعنی شما امیدوار هستین گام‌های اساسی در این زمینه در سال جدید برداشته بشه، نیست؟ امید من بیشتر از سابقه، من نمیتونم قول بدم یا ضمانت بکنم، ولی برداشت من، تشخیص من اینه که اعتقاد و قانع شدن به این که یک چنین اتحادی ضروریه الان به مراتب بیشتره و این جنبش داخل به نظر من یک انگیزه خیلی قوی تری در اختیار شخصیت ها و نیروهای اپوزیسیون قرار میده برای چنین اتحادی. بنابراین به طور نسبی میتونم بگم من بله خوشبین تر از سالهای گذشته است. و شما آقای اعتمادی در خوشبینی با آقای محتدی همراه هستید در این زمینه؟ من از اینکه آقای محتدی چنین موضوعی رو در این برنامه شما گرفتن بسیار خوشحالم و به سهم خودم ازشون تشکر میکنم. ولی به نظر من یه مصاحبه است که میتونه آغاز به اصطلاح یک اقدام جدی باشه در خصوص مسئله جلوگیری از پراکندگی اپوزیسیون. به نظر من آقای عبدالله محتدی در بین شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون و کشور ما یکی از چهره‌های معتبر هستند و در این حال بسیار تاثیرگذار، به دلیل اینکه رهبر یکی از احزاب سیاسی قومی یا ملیتی هستند و در این حال از چهره‌های روشنفکری جامعه ما که میتونن در این عرصه تاثیرگذار باشن، میتونن در بین احزاب سیاسی قومی اثر بگذارن و اونها را با خودشون همراه بکنن. بنابراین من فکر میکنم مسئولیت آقای محتدی در رابطه با این مسئله در سال جدید و در همین ماهایی که ما داریم الان پیش رو داریم بسیار مسئولیت سنگین و در این حال اساسیه و من امیدوارم که آقای محتدی بتونن با توجه به تجربیات و با توجه به اعتباری که در بین اپوزیسیون دارن بخش زیادی از مسئولیت این کار رو به عهده بگیرن، به خاطر همین دوگانگی که در نقش ایشون در رابطه با اپوزیسیون و مخالفین رژیم خدمتون عرض کردم. بنابراین من امیدوار هستم که همین
توضیحات و همین اعلام موضع جناب مهتدی عزیز در این برنامه تبدیل به یک اقدام جدی بشه. یعنی فقط صحبت و گفتگو نباشه. ما درسته که الان در یک گفتگوی رادیویی تلویزیونی با شما همراه هستیم، اما واقعیت اینه که اون چی که در ارتباط با سرنوشت کشور ما ربط پیدا میکنه همین مسئله پراکندگی اپوزیسیونه. بنابراین کسانی مانند آقای مهتدی به خصوص قادر هستند به اصطلاح جلوی این پراکندگی رو بگیرن، زمینه سازی بکنن برای یک اتحاد جدی و عملی. فقط در حرف نباشه، بر روی کاغذ نباشه. وقتی که میگیم یک اتحاد وسیع و جدی، این است که باید تشکیلات مختص خودش رو درست بکنه. اگر قرار جبهه‌ای درست بشه، این جبهه باید نامگذاری بشه. اگر قرار یک شورای رهبری درست بشه، این شورا باید مشخص بشه چه کسانی درش هستن، چه هدفی رو دنبال میکنن و چرا دارن متحد میشن. بنابراین امیدوار هستم که به زودی به خصوص از جانب آقای مهتدی عزیز ما شاهد این اقدام باشیم و گزارش اون رو و این اقدام رو مردم ما ببینن، امیدوار باشن و بدونن که رهبران اپوزیسیون و سازمان ها و احزاب سیاسی به طور جدی بعد از 40 سال این قضیه پراکندگی رو بهش برخورد میکنن و در صدد این هستن که بتونن این اتحاد رو به وجود بیارن. سخنی هست آقای مهتدی؟ 1 دقیقه. اولا از اعتمادی که آقای اعتمادی نسبت من دارن خیلی ممنون و خوشحالم، ولی به قول نیمایوشیج یک دست بی صداست. این باسی چشم من و همه دوستان من در این مورد مطمئن باشید همینطور فکر می‌کردن و میکنن و ما در حد خودمون هم تلاشمون کردیم و باز هم باید بکنیم. حالا شورای رهبری باشه یا هر شکل دیگه‌ای باشه، من مطمئنم که اپوزیسیون وقتش رسیده که اتحاد خودش رو عملی بکنه و گام‌های عملی برداره. مطمئنم هر کاری هم از دست من یا ما ساخته باشه خواهیم کرد. و شما 1 دقیقه. منظور فقط این نیست که حزب کموله کردستان ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان، فقط این دو. حرف من و پرسش من اشراف بر این موضوع داره که چرا مجموعه حتی تک نفرهایی که صاحب اعتبار و حیثیتی ارجمند در عرصه سیاسی ایران هستند، نه اونهایی که به هر حال در این 30-40 سال دستانی آلوده به نابی‌عدالتی و ظلم از همه نوع دارن، پیش از آن که پاسخگوی مسائلشون باشه. منظور این هست. 1 دقیقه آقای اعتمادی، چگونه میشه اینها کنار هم بیان؟ به نظر من وقتی ما هدف مشترک داشته باشیم، اگر خواهان این باشیم که رژیم سرنگون بشه، اگر خواهان این هستیم که در فردای ایران دموکراسی و سکولاریسم حاکم بر کشور ما باشه، همه تبعیض‌ها از بین بره، بنابراین باید با همدیگه متحد بشیم. آقای عبدالله مهتدی گفتن یک دست صدا نداره. باید ایشون بدونن ایشون تنها نیستن. مهستان سکولار دموکرات‌های ایران که مجمعی است از تمام ایرانیانی که با گرایشات مختلف برای آینده ایران دل می‌سوزونن، به طور نمونه یک تشکیلات سیاسی است و تشکل‌های سیاسی بیشماری هستند که امروز این چنین فکر میکنن. بنابراین ما دستان بسیار هستیم، حتی یک دست و دو دست هم فراتر از 2 دست. و من امیدوارم همونطور که باز هم آقای مهتدی در این برنامه به اون اشاره کردن، بتونیم به زودی این دست‌ها رو به هم برسونیم و با هم بتونیم متحد بشیم و شرایط نوینی رو برای تعیین سرنوشت کشورمون ایجاد کنیم. اشاره کردم به سکولاریسم. من اشاره بکنم که برای بینندگانی که احتمالا معنا رو آشنایی ندارن، جدای دین از حکومت و مایل هستم در همینجا به روحانیونی مانند آیت الله کاظمینی بروجردی که بیش از 20 سال پیش در مخالفت با حکومت دینی ایران علم برافراشت و خواستار جدای دین از حکومت شد، به نحوی در این بیش از 3 دهه در ایران یکی از بیرقداران جدای دین از حکومت بوده و هست. تبریک نوروز به ایشون و همه کسانی چون ایشون که در راه مصالح و منافع مردم ایران گام
برداشتن در سال پیش و سالهای پیشتر. سپاس بسیار آقای حسن اعتمادی در استکهلم، سوئد. با سپاس از شما و با آرزوی سالی خوش برای شما. همچنین با سپاس از آقای مهتدی در کردستان عراق و آرزوی مجدد سالی خوش برای شما و همه مردمان کردستان ایران، عراق، سوریه، ترکیه و همه مردمان منطقه دور از جنجال و جنگ و خونریزی جاری در منطقه. سپاس. بینندگان عزیز، من مایل هستم به 2 نامه اشاره بکنم در اینجا در وقت کمی که برای ما باقی هست. در این 2 نامه، یکی نامه گروهی از هنرمندان و فعالان مدنی حقوق بشر هست، نامه سرگشاده به پرزیدنت ترامپ هست، و یک نامه سرگشاده آقای حشمت الله تبرزدی دبیرکل حزب دموکرات ایران هست که سپاسگزار بوده برخلاف پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی خودش پرزیدنت ترامپ جدا کرده حساب مردم ایران را از حساب حکومت ایران. انتقادهای بسیار آشکاری داشته نسبت به سیاست پرزیدنت اوباما در این مورد. نامه دوم که با پرداخت هزینه در واشنگتن پست چاپ شده، در نیویورک تایمز چاپ شده، این نامه گروهی از هنرمندان صاحب نام مانند خانم آداشلو و همینطور آقای پرویز صیاد و بقیه امضا کردن. نیمی از این نامه درباره جنگ هست، بر حذر داشتن جنگ و حمله نظامی به ایران. من این رو تأکید کنم که در واشنگتن هیچ سخنی از جنگ و حمله نظامی در میون نیست. این نگرانی بی اساسی است و البته من قطعا کسانی که این نامه رو امضا کردن کم و بیش تعدادشون رو، بسیارشون رو میشناسم، از نزدیک و از دوستان من هستن و بوده و هستن، اما دور از تبلیغات و ساز و دهل حکومت هست که حکومت هم چنین حرفی رو میزنه که آمریکا در پی یا پرزیدنت ترامپ در پی و حمله نظامی به ایران هست. چنین نیست. هیچ کس خواستار حمله نظامی به ایران نیست. هیچ ایرانی در هیچ جای جهان، امیدوارم چنین نباشه. ولی در واشنگتن در همین 1 ساله این دولت جدید سخن من نه جنبه دفاع یا از دولتی داره یا هر حکومتی، فقط گزارش دقیق اوضاع هست. هیچ سخنی از حمله نظامی نیست، نه در راهروهای کنگره، نه در کاخ سفید، نه در جای دیگه. این ابراز نگرانی بسیار ابراز نگرانی غیر لازمی هست و به طور غیر مستقیم دامن زدن به سخنانی که از تهران شنیده میشه و پوششی بر کارهایی که حکومت ایران تلاش میکنه پوششی بگذاره بر سیاستهایی که خودش زمینه ساز جنگ هست در منطقه. به هر حال در این زمینه قطعا در برنامه‌های آینده بیشتر و بیشتر سخن خواهیم گفت. خواستم این 2 نامه رو هم اشاره کرده باشم که 2 نامه کاملا متفاوت، یکی از تهران و یکی هم از خارج از ایران. درهای تفسیر خبر به روی همه کسانی که از اونها نام برده میشه باز هست و میتونن شرکت کنن در برنامه و درباره موضوعاتی که مطرح شده درباره اونها توضیح. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا درا کلوندکوه، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد